داخل این ویدیو 100 روز ماینکرافتی داخل دنیای 100 لایه زندگی میکنم و توی این 100 روز من فقط حق دارم هر روز یه لایه بکنم. پس خوش اومدید به این ویدیو. اوکی اومدیم، لیتس گو. آقا برنامه از این قراره که هر روز ماینکرافتی و کلا یه لایه حق داریم بکنیم. یعنی الان روز یکه میتونیم لایه درتو بکنیم. بذارید اول چوبا رو بزنیم. حله از همین الان شروع کرد به ثبت دادن. که آقا بذار وسیله اولیه‌مون رو بسازیم. حله این سپلینگا رو همینجا جای اینکی میکارم. بذارید اینم من بردارم. اوکی آقا اوکیه. اینا رو بزنیم شاید یه دونه ای چیزی گیر بیاریم. یعنی از اون همه چیز میزی که رو زمین بود فقط 2 تا دونه بهمون رسید. عالیه. یه چست هم بسازیم، آتش خالمون رو بریزیم توش. بس حواسم نبود مال روز یکی، پس یعنی میتونیم بکنیم لایه اولو. بذارید ببینیم زیر این چی قایم شده. اوکی برگ. اوکی حاجی پشمام این سپلین نداد اصلا. درخت برچیت سپلینی نداد، باورم نمیشه. اوکی روز 2 شد. حله دیگه با همین برچم میکشم. تمام شد. اوکی خدایا لطفا زیر سنگ باشه تا اینجا که معلومه سنگه. اوکی نه بوله، من فکر کردم سنگه. او یس بالاخره اولین در اومد. برگای اسپروس یا برگای اسپروس هم دیگه، همون دیوای اسپروس اینا. یعنی به ما چیز میدن؟ سپلین میدن. یس اسپروس سپلین پشمام. پس بذار کلش رو تقریبا بزنیم دیگه. خب الان من میتونم این اسپروس ها رو 4 تایی بکنم، ولی خب گند میزنه به گرسای اینجا. تو اونم میشه اوکیش کرد، ولی بذارید بذارید بکنم، مهم نیست. واسید ببینم. الان بارون میاره. تا جایی که یادمه اگه بارون بگیره میتونیم سیدا رو بکاریم. الان ببینید لطفا خیس شو. لطفا تا جایی که یادمه بارون. یس با بارون خیس میشن. یس اوکی رفتیم روز 3 و هنوز این کامل روش نکرده که این منو میترسونه. این چیه؟ ابزیدینه؟ ای خدا آخه چرا ابزیدین؟ ولی خوبیش اینه که الان دیگه میتونیم تختمون رو بسازیم. اوکی این روش کرد. پس الان میتونیم یه عالمه چوب داشته باشیم. اوکی میتونیم بالاخره اولین شبی که میتونیم بخوابیم. یعنی چقدر طول میکشه اولین ابزیدین کم بشه. بذارید بریم سمت این ابزیدین ها. اوکی دیگه همینجوری بذاریم. چه سم و عذابی بود یه دونه. با این اسپروس ها من میگم فنس بسازیم خوب میشه. اوکی خوبه دیگه شروع کنیم به فنس زدن. اسفند خیس. وای و روز 7. یس هیبیله. وای هیبیلم که یعنی غذا. یس بذارید تا جایی که میتونیم الان هیبیلا رو جمع کنیم. پس امروز الان ما لایه هیبیل بودیم، روز بعد میریم لایه آب. خب پس یعنی یه 2 روز مونده تا برسیم به این لایه دایمنده. اوکی من میگم تا روز 10 بشه یه جا درست کنیم برای درختا دیگه. اینجا درست نکنم چون بدریخت میشه اسم کنم. حل آقا خوب شد. اینجا رو برای درختا فعلا ساختیم. 2 تا تخم مرغ هم بزنیم زمین. اوکی تخم ندادالیه. خب دیگه من باید یه چند روزی همینجوری AFK کنم تا بتونیم بریم لایه های بعدی رو بکنیم. اوکیه بالاخره روز 10 رسیدیم. حالا میتونیم این دایمند رو هم دیگه بکنیم. وای باورم نمیشه دارم این دایمند رو با شکس چوبی میکنم. ولی یس کوبلستون. یس خیلی خوبه. من چرا اشتباهی کابلستون کردم؟ شت اب نره کوبلستون رو میذارم سر جاش، مهم نیست. خب انگار بازم کار دیگه از دستمون بر نمیاد جز اینکه بریم اون درخت رو بزنیم. میتونیم مثلا این مرغا رو گیرید کنیم. اوکی خیلی خوشحالم من روز 11 که یعنی میتونیم این کابلستونا رو بکنیم. فقط باید خیلی حساسیت به خرج بدیم چون کابلستون به تعداد محدودی داریم. خوبیه این که الان کابلستون داریم اینه که دیگه میتونیم فرنیس بسازیم. میگم 2 تا بسازم بهتره. اوکی تا روز بعد من میگم بشینیم این درخت‌ها رو با عکس سنگیمون بزنیم. اوکی روز 12 و وقتشه که بریم اون لایه گلد رو بکنیم. امروز زیرش چیه؟ ترسیدم آجی. اوکی لایه زیرمون گلسه و زیرش هم لاواه. از این بدتر فکر نکنم دیگه میشد واقعا.
اوکی الان به نظر من باید اینجوری بکنیم. این شیشه رو میکنیم، اینجا رو یه بلاک میذاریم، این شیشه رو هم دوباره میکنیم و اوکی. بلاک بعدی ایشن دبریه. یه ذره بد شده اسم میکنم ولی خود نداره. اوکیه فکر کنم الان نیازه که ما یه ماب فارم اینجا بزنیم. حالا دقیق نمیدونم الان با این وسیله‌های کممون چه ماب فارمی میتونیم بزنیم. همینجا باید شروع کنیم بریم اونور ماب فارممون رو بسازیم. اوکیه باورم نمیشه این فارم ساختم و نکته جالبی که در مورد این فارم هست، این فارم فقط از چوبه و مثلا اینجور فارم ها مخصوص برای یه همچین صدروزه ها و یه همچین مثلا اسکای بلاک هایی هن. و الان فقط لازمه که من یه سورد بسازم که حله. اینم از سورد و دیگه آره فقط لازمه یفکی کنم همین. خوبه حداقل این فارم اکسپیر ساختیم دیگه از نظر لول دیگه در آینده و خب الان ما روز 20یم و میتونیم حدوداً 6 تا لایه بکنیم که الان اوکی. بلاک بعدی استونه، اندرچست و زیرشم گلوستون. برو واسه ببینم الان میتونیم بریم ندر. این حتی بیشتر از اون ابزیدین های بالام ابزیدین میده. اندرچست چوبه یا بوکشلفه یا چوبه؟ چون من قراره چیز درست کنم، این چند تا تیبل درست کنم و بله بوکشلفه. خوبه خیلی خوبه. اگه بوکشلفه که خیلی خوبه. و این بلاک آخری هم بلاک 20می. اوکی زیرش هم بونه. خوب آقا روز 25می من میگم بریم این چند لایه‌ای که امروز استراحت کردیم رو بکنیم. اوکی از همینجا شروع میکنیم دیگه. یو بلاک زیریمون بلاک کوله خیلی خوبه. اوکی دیگه برمیگردیم بالا. تا الان تونستم 2 تا آهن از داخل این داداشمون فارمه بکشم بیرون. این آهنا بشه 3 تا خیلی خوبه. میتونیم یه باکت بسازیم و آره دیگه. اوکی روز 26میم و الان میتونیم این کولا رو بکنیم. خیلی خوبه. به بلاک کل بنازم. یه ترپدور بزنیم راحت تر بکنیم. بنازم آقا یه چند تایی جمع کردم دیگه. اوکی روز 28یم و الان میتونیم 2 لایه بکنیم. خیلی خوبه. اوکی این لایه گروله. یس بلاک آیرن. پشمام دیگه خلاصم از آهن و پشمام فقط میتونم بگم. اوکی این یه لایه اینم دومی. بنازم بلاک آیرن. هولی شت. اوکی یه چند تای آهن میکنم و برمیگردم بالا. اوکی یه 21 بلاک کندیم. برگردیم بالا دیگه. حله گذاشتم بپزن. من میگم این گرولا رو بزنیم شاید بهمون یه فیلینت هم داد. یس اوکی فیلینت رو داد. یه ذره آهن برمیداریم. الان اگه این آهن رو با این فیلینت بذاریم میشه فیلینتن سیل. حل آقا فندکمون هم حاضره. الان دیگه میتونیم بریم ندر. با این آهنای اولیه‌مون میگم وسایل آهنیمون رو بسازیم. یه پیککس. البته واسید ببینم بذارید فعلا یه پیککس بسازم و الان من میگم یه 3 تا دایمند بکنیم. آره دیگه الان میتونیم دایمند بکنیم. حالا با این 3 تا دایمند یه پیککس میسازیم. حالا فقط لجندا میدونن من چی تو ذهنمه. بذارید بریم دوباره پایین. من تا اونجایی که یادمه کتابم داشتیم پایین. البته من خودم کنده بودم چند تایی ولی بذارید برم بیشتر بکنم. بله اینم از بوکشلف. چقدر عالی. به کنم همینقدر کافی باشه. اینجا هم باز کتاب داریم. الان ما یه 12 تا حدودا بوکشلف میخوایم. حل دیگه اینم از 12 تا بوکشلف. اوکی این 9 تا بوک باقیمون دارم میذاریم اینجا. اوکی شب شد بذارید بخوابیم. روز 29 مالیه. به میتونیم یه اینچنت تیبل درست کنیم که عالیه. و حالا برای اینکه من میترسم لولمون تموم شه میگم اول یه لول 1 بزنیم. اون برکینگ 1 احتمالش هست که نده از من، احتمالش هست بده. حالا زدم دیگه. نه همین افیشنسی 3 بود. اوکی دیزینچنتش میکنیم. آنبرکینگ 3 این احتمالش زیاده بده ولی خب XP کم میاریم از اون ورد. نره برو بریم. وات فقط آنبرکینگ میشه اینقدر بد شانس باشم که یه بار دیگه بریم.
این بار یه لول 3 رو نمیتونیم بریم. هولی این بار فورچون 3 میده، فورچون 3 میده. اوکی اوکی. روز سیم ایول. یس فورچون 3. فورچون 3 افیشنسی آیدی آنبرکینگ 3. بنازم. میتونیم دایمندا رو فورچون 3 بکنیم و آره الان ما میتونیم دیگه دایمندا رو خیلی راحت بکنیم بدون اینکه اسرافی چیزی بشه. و خب آره دیگه نکته مثبتش همینه. الان هر بلاکی که میزنیم و باید به جاش یه دونه سنگم بذاریم. به به یک سک و 3 تا دایمند جمع کردم با پیککس فورچون. همه رو میکنیم و حالا اینا رو میپوشیم. به به این دایمندا رو میذاریم تو چست که جاش در امان باشه. من میگم یه چند روزی و اینجا همینجوری من این چند بخرم بزنم تا وسیله‌هامو کامل فیلین چند کنم. اوکیه من تقریبا همه این چند تا که خواستم و گیر آوردم. میتونید ببینید که کلان پروتکشن آیوی و آمبرکینگ 3 و خلاص حالا این تورنز 2 چسپلیت هم خراب کرد کارو که البته به خاطر این چند تا که داشت یه گرفتم پروتکشن 3 و آمبرکینگ و بقیه چیزا که همه چی خوبه تقریبا و دیگه آره دیگه و همشون این چند زدم. حالا من میگم این ابزیدیانا رو برداریم. کجا گذاشتمش اینا نمیدونم یعنی این روشن میشه. آره روشن شد. اوکی یه لحظه من فکر کردم اشتباه ساختم ولی نه درست ساختم. حالا وقتشه که غذا درست کنیم. وسیله‌مون رو میذاریم سر جاش. حله حالا میریم ندر که اسپان شدیم و چقدر مرغ اومد. راستی مرغام از اون بر اوورورلد اومد اینجا ما نیست. من به مرغ اینا احتیاجی ندارم. اوکی حالا شاید بگید چرا اومدی ندر؟ خب من یه احمقی. من میخوام دوستان آپگرید ندرایت به دست بیارم. اون آرمور تیریم حالته برای اینکه بتونم خودم رو ندرایتی کنم. و الان ما بسشن میخوایم. حالا چانکمون رو تا جایی که میشه میدیم بالا یعنی 32 که نه سیستم منفجر میشه برن مثلا 23. البته قبلش بذار یه قایق بسازم. خوبی ندر اینه که مثل این نیست شوت داره. حالا که همینو میدیم پایین دیگه. حالا بعد این دور برا بگردیم تا یه بسشن چیزی گیری بیاریم که شت جا فکرم باید چانکو بالاتر ببرم. همچنان خبری نیست. من میگم بریج بزنیم شاید بهتر چرا نیاوردم. آقا الان باید بسشن رو پیدا کنیم که خودش کار خیلی مشکلیه. سوارش لازم بیشتر بسشن نیست. یه سوال خیلی فنی دارم. میترسم بریج بزنم بعد یه چیزی بزنه زیرم. مشکل اینه بذاری بریج بزنیم تا یه جایی. یه چیزی معلوم شد که شد معلوم نشد که هیچ. نه آجی چیزی معلوم نیست اینجا تو سیاهی چیزی نیست. بعد همینو اینوری بریم شاید به یه چیزی حالا برخوردیم. یارو رسیدم به فورترس. برو بینم آشکال. راستی من این فورترس رو لوت نکردم. پشمام. اومدم یه چیز هست. اوکی آرمور تیریم. یس اوکی پورتال رو دیگه بهتره کلا پلمپش کنه. روز سیوم میگم روز 40 خیلی بالاست. سلام داداش ببخشید. حالا میتونیم دوباره شیدر بزنیم. خب حالا بریم سراغ اصل کاری. آرمور تیریما رو نگاه کنید. یه تا بوت دایمندی هم گیر آوردن. با این آرمور تیریما الان من میگم اول این آرمور تیریما آپگرید ندرایت رو برداریم. حالا این آپگرید ندرایت رو تا جایی که فعلا میتونیم آپگریدش میکنیم یعنی زیادش میکنیم. میتونیم 5 تا فعلا بسازیم. الان ما برای هر آرمورمون برای هر چیزمون حدوداً به 4 تا ندرایت نیاز داریم. ندرایت اسکرب البته. بعد برای اینکه اون اسکرب رو به دست بیاریم که این زیر پامون البته لایش بود یادمه. باید الان بریم حدوداً 32 تا ندرایت اسکرب بکنیم دیگه. 4 میشه 32 تا که فکر کنم خیلی عذاب آور باشه اما نداره. ای وای من اصلا حواسم نبود بالای این اسکربا چیزه. یعنی هر بلاکی که میکنیم باید بذارش یه چیزی هم بکنیم. پس یه ذره سنگ میکنیم. این سنگا رو میگیریم دستمون یکی یه دونه میشکنیم میزنیم. اوکی اینم 32می. واقعا چه بدبختی داشت جمع کردن اینا. باید 32 تا هم گلد داشته باشیم که دیگه اصلا بهتره از گلد حرف نزنیم به نظر من. الان این اسکربا رو اینجا هم بوده من برداشتم. اوکیه
البته حالا که دارم فکر میکنم میگم اسکلپ زیاد آوردیم، چون من یه ندرایت اینگاتم از داخل اون یارو چست بسشنه گیر آوردم. لیتس گو بریم درست کنیم. اینا رو اینطوری میذاریم، اینا رو هم اینطوری و تق 8 تا. به اینا رو هم برداریم دوباره، اینا اینطوری، اینا هم اینطوری. به اینا رو هم میذاریم اینجا و به ما یه 4 تا چوبین زیر بذاریم، یه 2 تا آهنم بالاش و یه اسمیتینگ تیبل بسازیم. دهنم گیر کرد. اسمیتینگ تیبل رو که ساختیم، حالا باید اینجا آرمورا رو بکشیم بیرون، بعد اینا رو اینطوری به اینجا رو نگاه کنید. فول ندرایت شدیم، پشمام. حالا نوبت وسایله. یه ندرایت هم اضافه کنیم که بذاریم اینجا. حالا من میگم با این آرمور تریمه یه سری نقش و نگارم روی چیزامون بدیم. این آرمور تریمه برای تکثیر شدن نمیدونم چی میخواد. این از 4 رومی و 5 تا بسازیم که از اینم یه دونه اضافه داشته باشیم. اینم از 5 رومی. حالا اینجا رو نگاه کنید. چون آرمور تریم دیگه ای نداریم اینو میزنیم. همش هم میخوام همش رو با آهن بزنم که سیاه سفید بشه، رنگ مورد علاقه هم دراد. این از این، این از این، این از این و اینم از این. اینا رو در میاریم. هولی شت، چقدر دارک شد، پشمام. چقدر دارک و باحال شد. زیاد سفید نشد ولی خب دارک شد، خیلی باحال شد. حالا دیگه رسما کار دیگه ای نداره. فول ندرایتی که شدیم، این چند هم که داریم، آرمور تریم هم که زدیم، الان فقط میمونه یه بو برای خودم ردیف کنم که اونو خودم ردیف میکنم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که تا روز 100 فقط توی این جزیره صبر کنیم. اوکی، رسیدیم به آخرین بلاک و اینجا میبینید که بلاک ندرایت بود و من پشمام میخواد. بالاترم بلاک دایموند بود ولی مهم نیست. الان ما باید این 2 تا بلاک رو بکنیم. اومدیم دراگون. اوکی اومدیم فقط یه ذره بجا اومدیم که البته نداره. نه پیککس هم نشکست خداشه. من واقعا انتظار داشتم پیککس هم بشکنه. اوکی رسیدیم. یه دراگون دیگه و یه برد دیگه. اوکی این از این، اونم از این. فقط مونده یه دونه تاور. ایول چند تا شات دیگه فقط. اوکی پرچ کن. میذارم کارت به پرچ بکشی که با سورد بکشمت. بیا تمام. یس کارشو با سورد تموم کردم. دی اند. بنازم. اینم از سوقاتیمون هم برداشتیم. The next generation. واقعا ازتون ممنونم که منو داخل این 100 روز همراهی کردید. الان با این غروب زیبا دارم ازتون خداحافظی میکنم. حتما لایک و کامنت و ساب فراموش نشه و تا ویدیوهای بعدی منتظر باشید. خداحافظ.